صبحتون بخیر و پرفیض باشد کاربران گرامی آزادی ویدیو. امیدواریم در هر کجایی که هستید خوب و سلامتید و البته همراه با رادیو آزادی که پیوسته تلاش می‌ورزد شما رو در جریان خبرهای تازه بگذارد. ساعت به وقت پراگ 7 است و من شعله گلخوجا آماده هستم که نوگانی ها رو برای شما ایزان بگویم، اما قبل از این نگاهی می‌افکنیم به وضع باد و هوا. در پراگ هوا امروز 9 ینور بارانی است و روزانه تا 7 درجه گرم می‌شود. در مسکو پایتخت روسیه نیز هوا نامساعد است. پیش بینی می‌گردد که برف بریده حرارت در دوام روز 3 درجه را تشکیل نماید. در دوشنبه مرکزی تاجیکستان هوا نیمه ابری خواهد بود. گرمی روزانه به 10 درجه می‌رسد. مجلس نمایندگان پالاتای پایانی کنگره ایالات متحده آمریکا امروز در مسئله محدود نمودن صلاحیت پرزیدنت دونالد ترامپ در مسئله عملیات نظامی بر ضد ایران آواز خواهد داد. مجلس نمایندگان که زیر نظارت قانونگذاران دموکرات است از تفصیلات قصر سفید در مسئله کشتار گنرال بلندپایه ایرانی قانع نبودند. رئیس مجلس نمایندگان نانسی پلوسی گفت آوازدهی 9 ینور دایر خواهد شد. بر پایه آن پرزیدنت ترامپ تنها بعد از آن بر ضد ایران اقدام خواهد کرد که کنگره به مقابل ایران جنگ اعلان کند و قانونگذاران استفاده از نیرو در مقابل این کشور را دستگیری نمایند. قانونگذاران حزبی حاکم جمهوری‌خواه اصرار می‌ورزند که این تشبوس فقط در حالت به حکم قانون خواهد درآمد که آن را خود پرزیدنت امضا گذارد. دادگاه‌های فدرالی آمریکا هیچگاه در این باره حکم مشخصی صادر نکردند. بر علاوه حزب جمهوری‌خواه سنات پالاتای بالایی پارلمانت را زیر نظارت دارد و به قول بسیاری ها به احتمال زیاد محدود نمودن صلاحیت‌های پرزیدنت را دستگیری نمی‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 8 ینور در سخنرانی گفت که در حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی این کشور در عراق یگان آمریکایی و عراقی آسیب ندیدند. هیچ نیروی از دست ندادیم و خسارت‌ها جزئی بوده است. نیروهای بزرگ آمریکایی به هر کار آماده هستند. به نظر می‌رسد ایران قصد دارد اقداماتش را کاهش بدهد. اطلاع داد او. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در جواب به قتل فرمانده نیروهای قدس قاسم سلیمانی صبح 8 ینور به 2 پایگاه نظامی آمریکا در عراق حمله موشکی کرد. ترامپ گفت واشنگتن به ضد ایران تحریم‌های بیشتر اقتصادی جاری خواهد کرد و تا زمانی که این کشور رفتار خود را تغییر ندهد تحریم‌ها باقی خواهند ماند. دنیای متمدن بر رژیم ایران باید پیامی روشن بدهد که دیگر معرکه ترور، قتل و جنایت‌های آنها را تحمل نخواهد کرد. افزود وی. عین زمان پرزیدنت آمریکا تاکید کرد که آغوش ایالات متحده برای صلح گشاده میباشد. با اوج گرفتن تنش در خاورمیانه وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندانش در تاجیکستان خواسته است در این روزها احتیاطکار باشند. هشدار وزارت را روز 8 ینور سفارت ایالات متحده در دوشنبه نشر کرد. در این هشدار از جمله آمده است بالا گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه ممکن است سبب خطرهای امنیتی برای شهروندان آمریکا در خارج شود. وزارت به شهروندان آمریکایی توصیه داده است که زیاد نمایان نشوند، در محل‌هایی که سیاحان زیادند هوشیار باشند و برنامه‌های امنیتی خود را بازنگری کنند. سفارت آمریکا گفته است که با ادامه ارزیابی‌ها از وضع امنیتی اطلاعات علاوه‌ای را در اختیار شهروندان آمریکا خواهد گذاشت. از این پیشتر سفارت آمریکا در ترکمنستان هم عین توصیه را به شهروندانش داده بود. بعد قتل قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بغداد تنش‌ها بین آمریکا و ایران بالا گرفت. در نویه رشت بر اثر لغزش یک کوهپاره یک نفر به هلاکت رسیده است. این حادثه روز 7 ینور اتفاق افتاده است. ساکن 20 ساله دهه سیپولینگ را از زیر ترمه زنده بیرون کشیدند، ولی هنگام انتقالش به بیمارستان جماعت دهاتی هوید او به هلاکت میرسد. این اولین قربانی ترمه در سال نو می باشد. از این پیشتر کارمندان نجاتی کمیته حالتهای فوق‌العاده همراه با کارمندان شرکت آیرس کارمند این شرکت رو که زیر ترمه مانده بودند به آسیب بیرون آوردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده به ساکنان کشور هشدار می‌دهد که در روزهای هوای نامساعد از انجام هر گونه کارهای صحرا، خونوچینی هیزم و شکار خودداری ورزند.
روز 8 январ با قراری حکومت تاجیکستان و فرمان و امر رئیس جمهور در بعضی از اداره‌های دولتی و مقامات محلی تغییرات کادری صورت گرفت. با قراری حکومت ایدگل قاسم زاده از مقام رئیس کمیته کوربوزنان و عالی تاجیکستان بنابر به گذشتن به کار دیگر آزاد شده است. ماه دکبر سال 2019 نامزدی او به مقام وکیل مجلس نمایندگان از ریاست حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پیشنهاد کردید. با قراری دیگری حکومت تاجیکستان هلالبی قربانزاده رئیس کمیته کوربوزنان شده است. قربانزاده تا این دم رئیس شهر نورکی ولایت ختلان بود. بر اساس فرمان پرزیدنت ملکشاه نعمتزاده از وظیفه سرداری رئیست کور با مقامات اداره کنی محلی دستگاه اجرایی پرزیدنت آزاد شده به مقام اجرا کننده رئیس شهر نورک تعیین گردیده است. نعمتزاده در گذشته به حیث رئیس کمیته جوانان و سفیر تاجیکستان در آلمان و لهستان و چخیه کار کرده است. روز 8 январ با قراری حکومت معاونان رئیس کمیته کوربوزنان و عائله از جمله مرحبا عالمی از وظیفه سبکدور شدند. زلفیه دولتزاده معاون اول رئیس کمیته کوربوزنان تعیین گردید. اکثر وقت مخالفان چنین تغییرات را تنقید میکنند. آنها میگویند این تغییرات بیشتر از جایگزین کنی منصبداران عبارت است که سر چند وقت از یک مقام به مقام دیگر میکوچند. ایدگل قاسم زاده دوام 4 سال اخیر رئیس کمیته کوربوزنان و عائله بود و در این مدت اسم این ساختار در مطبوعات تاجیکستان در رابطه با تصمیم و تدبیرهای مختلف و گاه بحث برانگیز بسیار رسانه‌ای شده است. یکی از این انتقادها مربوط به تشکیل ریت‌های فهماندهی به زنان درباره فرهنگ لباسپوشی ملی میباشد. در چنین ریت‌ها نمایندگان مقامات از جمله پلیس، کمیته‌های کوربوزنان و امور دین در مکان‌های جمعیتی گروه گشته زنان و دختران حجابپوش را نگاه می داشتند. منقدان میگویند چنین صحبت ها با تقاضای از سر بدر کردن حجاب و آوردن به لباس ملی می انجامید و برخی را هم به اداره پلیس می بردند. خود قاسم زاده میگوید امیدوار است که به حیث وکیل هم یک شخص مهم و فعال خواهد بود. اتحادیه اروپا و بلاروس دو سازش را امضا کردند که بر پایه آن بلاروسی ها به طور سبکتر و ارزانتر حق ورود به کشورهای عضو اتحاد را پیدا میکنند. سازش اول تقدیم ویزا و سازش دوم ریادمیسیه و یا بازگردانی شهروندان را مد نظر دارد. اکنون شهروندان بلاروس امکان خواهند داشت که به مبلغ 35 یورو و در مدت کوتاه‌تر به اتحادیه اروپا روادیدی سفر بگیرند. این سازش ها باید از طرف کشورهای اروپا و پارلمانت بلاروس تصویب شود. مقامات تاجیکستان و ازبکستان درباره برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مشترک علامتگذاری مرزی دو کشور خبر دادند. جلسه‌ای که روز 7 январ در شهر تاشکند برگزار شد، صنعت‌های حقوقی و معیاری و فنی زمینه‌گذار در انجام جریان علامتگذاری سرحدی دولتی تاجیکستان و ازبکستان را تصدیق کرده است. وزارت خارجه تاجیکستان اینچنین گفت که در این جلسه نقشه ملاقات نمایندگان حکومت‌های هر دو جانب در سال 2020 هماهنگ شد. جزئیات از این بیشتر که در جلسه بوده است نشر نمی شود. قبلا آژانسی آسیا پلوس خبر داد که ملاقات تاشکند قرار است با اشتراک نخست وزیران تاجیکستان و ازبکستان محمد طاهر زاکرزاده و الیار غنیف برگزار شود. طول مرز دولتی تاجیکستان و ازبکستان 1332 کیلومتر است، ولی در بیش از 25 سال رهبری پرزیدنت سابق اسلام کریموف تاشکند آماده بررسی و امضای سازشنامه مرزی نبود. تنها بعد سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف و سفر دولتی به تاجیکستان ماه مارس سال 2018 این سازشنامه به امضا رسید. از جمله بر اساس آن دو کشور همسایه عهد کردند که آبانباری واقع در مرز دو کشور فرهاد را برای تقریبا نیم عصر دیگر هم را استفاده برند. طول 25 سال اخیر تصویب نشدن قرارداد مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان به بحث‌ها در اطراف مالکیت این نیروگاه مربوط بود. مشکل دیگری مرز دو کشور در آن بود که زمان جنگ داخلی تاجیکستان مقامات ازبکستان گفتند که به خاطر پیشگیری از ورود جنگجویان افراطگرا به خاک این کشور خط مرز با تاجیکستان را مینه‌گذاری میکنند. ولی از بیش از 80 کشته و ده‌ها زخمی که در مدت 10 ساله ها در مرز دو کشور ثبت شده است، اکثرا افراد ملکی و ساکنان دهات مرزی از جمله کودکان هدف قرار گرفتند. ماه اکتبر سال 2018 مقامات هر دو کشور گفتند که با پاکاری مرز از مینه شروع کردند و طبق گزارش‌ها ازبکستان گفته است که مینه‌های در مرز با تاجیکستان جاگذاری شده را برچیده است، ولی در رابطه با این خبر هنوز مقامات تاجیک اظهار نظر نکردند.
در شاخص نوی جهانی اعتباری شناسنامه تاجیکستان در سال 2019 بالا رفته است. بر اساس این رده‌بندی که از جانب سازمان تحقیقاتی هنلی اند پارتنرز نشر شد، شناسنامه تاجیکی در سال 2019 نسبتاً با اعتبار شده است. اعتبار شناسنامه تاجیکستان در شاخص شناسنامه‌های جهان در بین 107 کشور در جای 84 قرار گرفته است و افراد دارای این شناسنامه می‌توانند به 58 کشور دنیا بدون روادید سفر کنند. به این ترتیب موقع تاجیکستان در این شاخص به فرق از رده‌بندی قبلی 3 زینه بالا رفته است و در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از قزاقستان و قرقیزستان شناسنامه تاجیکستان از نظر موقع و نیرو در جای سوم قرار دارد. شاخص پاسپورت‌های کشورهای جهان با هدف معین کردن امکانات و شرایط سفر به دولت‌های مختلف ترتیب داده می شود. و ضمناً نشریه تلگراف در مطلبی درباره مکان‌های خاطرمانی سیاحی در جهان از جمله درباره تاجیکستان هم یادآور شده است. این مطلب راه‌های عجیب‌ترین در جهان برای سیاحت در سال 2020 نام دارد. در آن در برابر دیدن شهرهای الاسکای کانادا، آرژانتین، پاریژ و مکان‌های دیگر سفر به مغولستان، بلغارستان و ترکیه، ایران و ازبکستان و تاجیکستان مشورت شده است. مؤلف اسکات گوریان درباره مکان‌های فرهنگی و طبیعی این کشوران نقل کرده پیرامون راه‌های کوهی تاجیکستان نیز چند جمله نوشته است. به قول او راه از پراگ تا سیبیر که بیش از 10,000 کیلومتر است بهتر است با استفاده از ماشین‌های به مثل نیسان میکراس و فیات پانداس انجام شود. مؤلف میگوید بعد از ترکمنستان و ازبکستان به شهرهای پامیر تاجیکستان حرکت کنید. راه کوهی و مشکل گذر و پر از خاک از میان کوه‌ها عبور میکند. افغانستان در ساحل مقابل دریا است ولی در اینجا ماندن امن‌تر میباشد. وقتی از نزد دهات میگذرید کودکان در راه به شما سلام میگویند. گوشت غیر عادی اسب و اشتر و قطاس رو بچشید. کوشش کنید که بیمار نشوید. دیر یا زود ماشین شما از کار میبراید ولی اگر تنفسی بگیرید از مناسبت دوستانه و خیلی پرمسئول استادهای محلی ماشین حلاوت میبرید. آنها هنری درست کردن همه نوع ماشین ها را دارند، هرچند شاید در دست نه همه قسمت های ضروری ماشین را داشته باشند. در نهایت مؤلف سفرنامه تلگراف به سیاحان مشورت میدهد که به قرقیزستان رفته و از آنجا توسط قزاقستان به روسیه و بعد به مغولستان بروند. مؤلف میگوید این سفر از 6 تا 8 هفته وقت میگیرد ولی ارزش آن را دارد که کس به دیدن این مکان‌ها برود. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت از قرب اسعار خارجی برای امروز یادآور میشویم که از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است: $1 9 سومانی و 69 درم است، $1 یورو 10 سومانی و 78 درم و 1000 روبل روسی برابر است به 155 سومانی و 50 درم. این چند خبری بود که برای شما گفتیم. خبرهای بیشتر از این در دست ما است که در دوام روز تقدیم شما می شود. با ما باشید و روزتان بار دیگر بخیر.